سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 1 ایول در خدمت شما. در تاجیکستان سر از 1 ایول برای نخستین بار امتحان قبول به دانشگاه‌های عالی در مرکز ملی تستی تابع رئیس جمهور صورت می‌گیرد. با گفته مقامات رسمی، سپردن امتحانات در مرکز تستی همه گونه امکان تقلب و یا رشوه‌خواری را از بین می‌برد و جوانان به دانشگاه داخل می‌شوند که دانش کافی دارند. هنگام ورود محصلین به مرکز تستی آنها را تفتیش می‌کنند تا با خود تلفن و یا دیگر وسایل را وارد نکنند. در تاجیکستان این شکایت زیاد بود که ختم کنندگان کم سواد ولی ثروتمند به دانشگاه ها شامل می شدند و باسوادان در پشت در می ماندند. مقامات تاجیکستان تحقیق پرونده مادر را ادامه می‌دهند که به قتل دختر 6 ساله خود متهم می شود. با گفته وزارت امور داخلی، زیادگل شادی و 29 ساله روز 30 ایون مدینه 6 ساله را از خانه کودکان گرفته و در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه سرش را از تن جدا می‌کند. مفتش پرونده به رادیو آزادی گفت زیادگل شادی و ساکن شهرک شراره ناحیه حصار از طعنه و ملامت اطرافیان که فرزندش را حرامی می‌گفتند به تنگ آمده و این جنایت مدهش را صادر کرده است. قتل فرزند از طرف مادر در تاجیکستان بسیار کم اتفاق می افتد و این جنایت ساکنان محله های نزدیک به حادثه را وحشت زده کرد. ماموران نجات در شمال تاجیکستان با هدف پیشگیری از غرق شدن شناوران در آب انبار قیراقم به نصب هشدارها در نزد این محل استراحتی شروع کردند. با گفته مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در نیم سال گذشته در آب انبار قیراقم 16 نفر به دلیل بی‌احتیاطی و دیگر سبب‌ها غرق شدند و اکثرشان جان دادند. حرارت در این روزها در خوجند تا به 40 درجه میرسد و تعداد زیادی مردم برای فرار از گرمی طاقت فرسا به آب انبار قیراقم میآیند که آن را بحر تاجیک هم مینامند. مقامات رسمی امیدوارند که نصب هشدارها در نزد آب انبار امکان می‌دهد از فوت آنهایی که برای شنا و تفریح به قیراقم میآیند پیشگیری شود. مقامات تاجیکستان میگویند توجه به بازی فوتبال در کشور طی 2 سال گذشته افزایش یافته است و میل جوانان به این بازی روز به روز بیشتر می شود. در جلسه حکومت در روز 30 ایون گفتند اجرای برنامه رشد فوتبال برای سالهای 2012 و 2016 به محبوب تر شدن این نوع ورزش در تاجیکستان مساعدت کرده است. احتم عبدالله زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی در جلسه حکومت گفته است در 2 سال اجرای برنامه در تاجیکستان 19 ورزشگاه و 100 میدان گوناگون فوتبال بنیاد یافته است. در این مدت در 103 مکتب ورزشی 603 گروه فوتبال تشکیل کردند که در آنها تقریباً 5800 فوتبال باز شاملند. تاجیکستان است در 3 سال اخیر در ریتینگ جهانی فیفا در میان 209 کشور 41 زینه بالا آمده و در مقام 113 قرار گرفته است. و اخباری از این هم بیشتر با ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.